خدای متعال و بی نهایت سپاسگزارم که توفیق بهم داد که این لباس شهدا رو به تن بکنم. واقعا نمیدونم که چرا از جنگ تا اینجا رسیدم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که هیچ روزی نیست که از واموندگی از این کاروان قبطه و حسرت نخورم. از ما که وارد اون دنیا بشیم و صف شهدا جلوی ما نباشه. احساس میکنم اینو به شما میگم در این حسینی حضرت فاطمه زهرا که شهدا هست. واقعا با تمامی وجود احساس میکنم شهدا هست و با ما هست. اصل فلسفه دنیا اینه که بندگان صالح خدا راه صداقت، راه نیکی، راه خوشبختی رو طی بکنن و به دیگران یاد بدن. این لحظه زندگی با آقا مهدی، حمید، شهید فرازی، همت، زین الدین، واقعا با او بچه بسیجی ها پایین، حالا اینا که واقعا یه گوهرایی بودن. مهدی در نوع خودش بی‌نظیر، حسین در جایگاه خودش کم نظیر و بی‌نظیر، زین الدین، همشون، حمید. ولی خب چه بگیم، باید بسازیم، راهی هست.